ها؟ چقدر نفس میکشی؟ کوه کندی؟ برای زنی انی زیلم سوخت. بیچاره هنگامی سالم دادن پیش پای خورد. بانو باشد به حالش سخته کارانه خندید. در رو کشا. تو گریه کردی؟ نه توبه گو چرا گریه؟ نه تو گریه کردی ولی گریه گذرنده است. زیق نشو. مهم این که من با تو و تو رو دوست می‌دارم. ممکن است اگر نیست؟ دارم. صبحانه شما با اشتیاقم. رحمت. بچه‌م بیا کنی. صبح بخیر. بیا همراهی عروسکت نشسته یک نوشی جان کنه. یک پیاله چای نوشه. ها ما همراهی بیبیت میخیزیم. شنید بچه جان؟ نه بسیار چای نوشیدیم شیدیم. شما شنیدت نه. شنید بیبی؟ ما بسیار ششتیم. مایلش بچه. بیایید. شین برای چی شرمی داری؟ ها؟ مردک جان تا حالی هم به خود نآمدم. خیالم که همه را در خواب دیدم. نخواد نازنین دیگر با ما زندگی نکندم. این دخترداری هم همین بوده است. احتیاط کرده بس حد ناز دختر به وایه میرسانی و با کسی دیگر تقدیمش میکنی میرود. بعد خوب گفته میشینی چای نوشیده همه خیل. زنک زندگی همین بوده. کی خبرگیری میرویم؟ ای زنک جون یک هفته شود اقلن بعد میریم میشود. دانیار بیک من از خودم اونقدر باور ندارم. چی خیل کنیم ها؟ یاردم میکنی؟ بهترش با استادان اقرار شو که تو تیار نیستی و از خودت باوری نداری. آنها تو رو میفهمند و یک روز دیگر جدا میکنند. تو خوبتر تیار شده مدت همون یک روز دیگر هم تیار شده نمیتونم. و تو باید یاردم کنی کجورا ها رو.
алишер ман ёрдам мекунам дар дигар ҳолат дар ин гуна маваридҳо ту худат бояд тайёр бошӣ зеро давлат ба дипломи бовар карда моро ба соҳаи гуногун мутахассис тайёр мекунад вақтамро нагир хонданам лозим парвона кун ҳамоншро ҳал мекунем дунёрбек як девона аст ёрдамаш ҳам нарасад хабаркашӣ мекунад алоҳида медароем то ба кӯмаки якдигар бирасем тамом мунис ту тайёрӣ ба аксари саволҳояш ҷавоб дорам ҳангоми дарс гӯш карда будам он қадар душвор нест чӣ ту аз худат боварӣ надорӣ боварӣ дораму ба ҳар ҳол дар дилам тарс аст میدونم که 5 گرفتی. تبریک. رقم بلیتت چند بود؟ به بلیت پرسپوس نکرده 5 گذاشتم. تو زیغ نشو علیشه. با استادان گفتم که تو تیار نیستی. بس خودت باوری نداری. گفتن هفته آینده اومده سپورت. دیدی در وقت امتحان هم به فکرم اومدی. ای ابله. از تو کی خوش کرد که تیار نبودن ما رو با استادان خبر ده. و من چخیل به بها خونه میروم. تو چی اخلاط را خورده دنیوربک؟ من کار ندارم. را اکنون بهای مرا گرفته ده. چرا در خفه میشوی؟ من با فایده خودت گفتم کو. باور نکن آن رفتیم با استاد روبرو حرف میزنی.
تو یک دردی سری. استاد ممکن مرحمت دارید. من یک کاری خطا کردم. الشیر همچو دوست با من با امتحان شما تیار نبودنش را اقرار شد و من باشم به اجازت او به شما خبر کشیدم. التماس سخنان من را به اینابت نگیرید استاد. من دوست خیانتکار شدن نمیخواهم. او از من خفه شده است. به خاطر راست قولی و پاک وجدانیت به همان دوستت یک بهای 4 را هدیه می‌دارم تا که دوستی شما کنده نشود. بها را یافتن ممکن ولی دوست را نه. لیکن این موادها را البته از خود کند گوید به خودش در آینده در کار می شود. خب؟ رحمت معلمه جان. رحمت استاد. رحمت. وای دانیار بیگ هم زیرکی کرده است. هم لال به دست آید و هم یار نرنجد میگویند. علیشیر در اول رو افتاده و در آخر خیلی خرسند شده. البته من امید گرفتن بهای 3 رو نداشتم میگوید. واقعا هم شما خودتان بهای چند گرفتید؟ به هر دویمون 4 گذاشتن. 4 برای هر دیتان که تقسیم کنید. نه از هر دویمون جمع 8 میشود. سلام ینکا جان. کجا گم میکنی خودت رو؟ 10 بار میکابیم نمیابیم. ثبت برنامه داشتم ینکا جان. با اجازت شما تنها 2 روز به کار میروم کو. یکتون همیشه رو اگم شو از اینجا. تو کی باز فریب میکنی آدمان رو؟ میروم به دستوی میروم. تو رو 1 ماه شد. امشب لباسم را جمع میکنم. فردا صبح انشالله میروم. لبه دوگانه مونیرم عروس بینی آمده است. همون نمیرسد. همونه دروید. عروسان را گوید مهمان آمده است. برای سلام دادن فراین. خوب شده است. هر روز دیگر می آین. چی دختراتا کلین نکردم. در بلایت گرفتار شدم. نیسا خانم در همینجا؟ شما رو نیسا خانم در بالا انتظارند. اونقدر دوگانگی هم ندارد و خیمه را شکن چیکار کنم آمدم. کنی بیاین کدام شما ها پراندن شما اونقدر یاد کردم شما را. کنی بیاید مرحمت بیاید. اوف مانده شده. اینقدر در می بیاید دوگانه یاد کردم. با خدا که هر روز نیت میکنم که گل عروسات دیدنی میآیم. هیچ وقت نمیشود دوگانه جان. نصیب و تقدیر خیر همین روز بوده است دوگانه جان. خیر خدا چی خیل نقص سلامتیت خوب نقص میشود. خودت خوبی؟ خدا با شکر نقص کردی که اومدی. خوش آمدی. فاطمه و زهرا چی خیلن؟
гӯш кун, ягон хозгор пайдо кардӣ? не дугона ҷон, ман асосан ҳамин худам гап зада наметавонам. як кас ним кас ки хона медарон ҳайрон шуда баромада мераванд. духтарҳо мегӯянд ки худат хозгорҳоро мегурезони оча. ҳеҷ нафаҳмидам дугона ҷон, вақташон бастагӣ бошад? ҳеҷ гап не, ҳамаш вақту соаташ кад. салом арӯзи хушрӯ. ой чӣ хел арӯси зебо. ин зани кадомаш бошад дугона ҷон? дугона ҷон, ин дастони лоёлуди арӯсаки дурӯзаро бинанда тобам. чӣ? ин чӣ бетартибӣ аст? анис? ҷӯи ба ӯ омӯхтани адаби дуруст? якбора ту ҳам бетамиз шудӣ, а? ман дигар ин номаъқулиро набинам. ё худо, тавба дугона ҷон, кори заминатро бар дӯши арӯси дурӯза гузоштаӣ? бахшиши зиёд. ассалому алайкум. салом бона ҷон. чӣ хел шумо наз астед апай мунира? худо ба шукр. саломатиё хуб? худо ба шукр. марҳамат. шинед? не, ин худаш дӯстдори кишту кор аст. кори хона ба хизматгоронам намерасад. бовар кун мунираҷон. фотимаву зӯҳроро наовардед ҳамроҳатон? барои чӣ дастатро ба сангу хоб мезанӣ? инҳо дӯст намедоранд. ман кӯшиш намекунам ки корамро дигарон дӯст доранд, балки барои худам роҳат бошад. онҳо асоси зиндагиро танҳо дар истироҳат мебинанд, вале барои мардуми деҳа роҳати бемеҳнат ин ҳаром аст. ту фикр накун ки бо корнамои туро таъриф мекунанд. баръакс, масхара мекунанд. баъди баромаданат дугонаи холаҷон гуфтанд ки ин келинатон девона сурат будааст. якумаш ин ки ҷавоби аҳмақ сукут. дуюмаш ин ки ман барои хабаркашӣ ба касе тӯҳфа доданӣ нестам. апаҷон, ман нозаинро фаҳмонданӣ шудам ки дар ин хона чӣ гуна бояд зиндагӣ кунад, вале ӯ маро таҳқир карда гуфт ки истироҳате ки шумо бону ва модараш мекунед барои мардуми деҳаи мо ҳаром аст. чӣ? вай ҳамин хел маҳмадоно аст, ман медонам. бори аввале ки мо келин хушкунӣ рафта будем, вай тарафи ман дастак зада буд. умуман вай ба ман маъқул нест. намедонам анис дар ӯ чӣ ёфтааст.
آب را از لب جوی بهتر از شربتی در بار میبینم. من نفهمیدم نازنین، با کدام معنی این اندیشه رو به من میگویی؟ این کنایه به ثروت ماست؟ ما هیچگاه خودمان را بالاتر از دیگران نمیشماریم. من به عقیده های تماما راضی نیستم. کجا راه شده ایستاده ای؟ در این صبح چی گپ خودش؟ نازنین مونده فراموش کرده است. نازنین؟ 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 نازنین در روی آتشدان خوراک مانده. آینه را هم شکستی؟ چی بدبختی! پای در پای ناخوشی سر میزند. عروسی به پای قدم بوده یه. چی گپ شد؟ روغنی موندگیتون درگیری. ای دختری بفهم، او چند بار به تو فهماندن که قاعده و رسوم این خانه را رعایت کن. به شکستن آینه چی میگویی؟ نرخش یک طرف است. میدونی که چه خاصیتی بد دارد؟ در دهات وحشی بر این زندگی کرده. حیات ما رو بازی چه خیال کرده؟ بد اخلاق. استغفرالله گویده. ای بس این چی گپه؟ درست. دختر دهاتی فهمیش جهانی شما را ندارد. دختر دهاتی سرفهمی سر و تنی شما را، زر و زیور شما را ندارد. دختر دهاتی بیخبر از نیرنگ و فریب است. ولی دختر دهاتی نام دارد، ناموس دارد که شما ندارید. من به همه تهمت و بدکاری ها طاقت میکنم، لیکن به کسی اجازت نمیدهم که مرا بد اخلاق گوید. من نمیخواهم چنین زندگی پرفتنه و دروغ را. اگر همین دختر از خانه ما قهر کرده رود، دیگر کسی در این خانه نمیماند. فهما؟ آینه‌اش را گپ زنی زودتر ساز کنند. یگان خاصیتی بد ندارد. دروغ است این گپ ها. خیز از جهت خیز و حرمتی ببیش. به حجره من میروی. من به تو گپ دارم. مردک بیا ماشین تا گریان کن. خلمه های ما پختن. شد زنک شد. این اومده میریم.
حالی نازنین ما فرویچه شده در آن قصر بزرگ بانو که دست سلام کرده باشد چی؟ نه اپا جان، نازنین این خیلی دختر نیست کو؟ وای خاکسار دختر است. حالا چقدر به گمانم دوستش داشته باشند خسر خشتامنش. البته وای دختری نباشد که یک گپ زند سرش را خم کرده از پس کار خانه می شود. این خیلی کلین را من هم باشم روی دست گرفته می گردانم. این کنایه به من است اپا؟ گپا کم کنو. خیز کرته مرا با رومال سبزم بیار. دختر جان این زندگی است. شما چی بنوشید؟ صدقه نام دختره یک پیاله چای خنکم بیار. خوب شده سوختمه. اوه کی را میبینم؟ خوش آمدتان خوش آمدتان. قدم ها نوری دیده تاج سر. شما خوب هستتان؟ شما خوب هستین خاله جان؟ کلینای نو خیلی خوب. دستتان رو آب میگیرن؟ البته آل جناب. عروسکانمان به دو گل نو شکفته مانند هستند. نازنین خوب. نازنین را دیدید؟ نه حالا نه برآمده است. زندگی از چه خیل باشد؟ مرحمت گذارتان شینتان. خوش آمدتان خوش آمدتان. خیلی شدم. شکر رحمت خدا جان. هزار بار شکر. نازنین ما خوب است. زندگیش چگونه باشد؟ با محیط این خانه عادت کرده باشد نکرده باشد؟ بله البته خوشبخت می نماید. انیس او را خیلی زیاد دوست می دارد. در این خانه کسی آزار ندارد. مرحمت. اوچه جون. سلام دختر جانه. اوچه جونمه.
نازنین جان خیلی نازی سوزی خدا جون شیرین جون دختری نازنینم چه دخترم چقدر شما رو یاد کردم. ما هم تو رو یاد کردیم دخترم ما هم تو رو یاد کردیم شنید معلوم است معلوم است که چگونه یاد کردید. همیشه میگفتید همین که شوهر کردی در یک هفته 2 مرتبه هم به دیدارت میرویم. اکنون تویم رو 1 ماه شد نه به یادتون رسیدم. تو خوشبختی نازنین جان؟ چرا نه؟ البته خوشبختم، ولی من خوشبختیم رو تنها در حیات شخصی خودم نمیبینم. یکی از پیروزیم دیدار شماست. بله بله. خسرو خشتامانه در کجاند؟ خسورم عادتا در خانه نمیشینند، ولی خشتامانم در همین جاست. حاضر گپ میزنم که بیایم. حال ایست بچم، از حال احوال خودت پرسیم. انیس چگونه است؟ حال احوالش چخیل است؟ رفتارش با تو خوب است؟ بله شکایت ندارم، خیلی مهربان است. کم در خراب شده ای کو؟ همو چش؟ کم ترک ما رو یاد کرده است. البته دیگر چی کم بودی دارد در این خانه کشاد و بر هوا. خودم همین خیل خانه رو آرزو میکردم، به دخترم رسید. 100 بار شکر. از اکم زفر خط و خبر هست؟ خیلی یادش کردم. بله خبر خوش است. زفر جان خدمتش رو به پایان رسانده است. آخری ما به خانه برمیگرده. اوه خیلی خرسند شدم. در حقیقت می آید؟ همین که آمد رسانید که نازنین انتظاری توست. زود به خانه هم بیاید. وقتای آخر زیاد فکرش رو میکنم. نمیدونم برای چی. دختر جان، نیسا خانم را خبردار کنید که خدای نو آمدند. پدر و مادر نازنین آمده است. گیرید مرحمت چای نوشید. رحمت سلامت باشی خدا رحمت. ینگم سرایو چقدر خرسند باشند که شوهرم می آید. پرویز جان و زیبا چخیلند؟ ینگت خرسند است. جیانات عجایب. از روزی که تویت شده سر و گوشمان رو خوردن که توی تمام شد. امام کی می آید؟ خیال میکنن که موقتا رفته باشی. همراهتون می آوردید آخر؟ هیچ گپ نداشت؟ اوه خداهای نو آمدن. اینقدر سر و سیمه شدید؟ یا به نازنین خوابتون نبرد؟ از کجا خدا جان؟ خواب یک طرف استاد. ناله‌مون آشنا میکند به دخترمون. خوب استید؟ سلامت باشید. سلامت باشید. سلام. خدا نازش مات. خیر شما چطور؟ خوب استید؟ سلامتیاتون خوب است؟ هم نقص؟ هزار رحمت. شکر رحمت. هزار رحمت. شما چه خلق خدا جان؟ هم مرم در شمایه همه خلق خدای خوشرو کی دارد آخر؟ چه خیل از دخترمان خدمت میکند؟ با ما خدمت دختری شما هم لازم هم نیست خدا. مهم تا بیش روزگاری ما رو پیدا کند. همین خوشبخت شوند کفایه. نازنین حالا خیلی خام است. بعضن در 6 تا خیس هم خطا میکند، ولی اصلاح شونده میگذرد. اکنون خدا جان ما هرچی که توانستیم برای دخترمون کردیم. تا همین جا. این طرفش اکنون در دست شما. تربیه میکنید ده. سلام علیکم داماد. خوبین بچم؟ سلامتی چخیر؟ کار برو چخیر؟ میشد رحمت. خوب سلامت باش. نازنین رو که به دست آوردی روی خانه‌مان رو فراموش کردی ها؟ دامادی زیرک. نه برای چی؟ میرویم نصیب باشد. ای بی من هر روز به نازنین میگویم که امک خالم رو بیا خبرگیری رویم رد میکند. واه توبه، در حضور خودم مرا تهمت میکنده؟ کی تو گفتی که من رد کردم؟
زوره هم کنم که نمیبری. عادتا عروس و داماد رو میطلبند. شوخی میکنیم خدا جان. البته میطلبیم. آکاش از خدمت برگردد در یک روزی خدا میطلبونیم فرزندمان رو. خدا شما به حاضر باشید. من یک داروی درد سر خورده بیایم. همین به مثل خانه خودتان. وای قلمه ها رو شما آوردید؟ ها خودم پختم. خیلی بامزه است. رو با انیس جان بیار خورد. خودتون رو چی سرگردان کردید خاله جان؟ نازنین هم میتواند. هر وقتی که خواستی خویش کن میپزد. به نزدیکی پخته بود. خیلی بامزه بود. راست میگوید؟ نه شوخی میکند. خاله جان یک دعا کنید. ما آیسته آیسته میخیزیم. در خانه کار بسیار ماندگی. حالا شنید سراسیمه نشوید. یگان روز دیگر حالا سلطان میآید. یک جای خوراک میخوریم. یگان روز دیگر خاله جان. بعد به حضور آمده میشینیم. حالا یک سری قدم آمده از حال نازنین خبردار شدیم. امک جان ماشین دارید یا اینکه راننده رو زنگ زنم؟ ها داریم. تشویش نکش بچه جان. هست. بخشتامانت میگویی که ما میرویم. ها البته. ایسته نیسا خانم استراحت دارد. خواهش کردن که کسی به او خلل نرساند. هیچ گپ نی. پدر و مادری من میروند. اگر اون کس آگاه شوند حتما میبرایم. ینگا جان من شما رو میفهمم ولی سپارش سردار است. چیکار کنم؟ حتی تاکید کردن که پدر و مادر نازنین را خودتون گسلانه. آخر پدر و مادر من هر روز مهمانی در خانه او نیستند کو؟ ینگای نازنین مادرتان رفته ایستاده از شما رو میپرسد. مرد این پری پیکر آدمگریش پس بوده است. ما هر روز در خانه تون نباشیم. خدای نوه که همین خیل پیشواز بگیری روحکات سیاه. آشش به این چیزها اهمیت دادن لازم نیست. زندگی آنها چنین است. چی تو فکر کردی که خدای نو گفته گوسفند میکشن؟ مرا دیگر چیز به تشویش آورد. نازنین خودش رو خیلی خوشحال وانمود کرد و ولی در تحت چهرهش غم بود. پریشان خاطر مینمود. تینجی باشد نمیدونم. راست میگوی مردک. من هم پی بردم. از چشم او بی اساس اشک نمیریزد. هرچی که باشد من از همین پری پیکرو قیسینگیلش میبینم. خسورش به فکرم انسانی خوب است. خیر کنی بینیم چی میشده باشد. زفرجانم امروز یا پگاه می آید. طلبان که کردیم انا بعد در تنهایی با نازنین صحبت میکنیم. دیروز شام در خانه خوراک تیار میکردم که ناگاه زنگ تلفن شد. میبردارم مادر دانیاربک. مادر دانیاربک؟ ها میپرسد که دانیاربک همراه شماست. تاریک شده است. خواطیر شدم. به خانه برنگشته است. گفتم نه خاله جان. بعد بازیر تعطیل به خوندن نآمده است. همراهمون نیست. دیر باز ندیدم. بعدم همین خیل
بعد دیدم که تشویششون خیلی زیاد شد. خستیم بعد چی رفتیم؟ خورشید به زنگ زدم گفتم که دنیاربک غیب زده است. بعد هم خیلی رفتیم که چیز گفت که یا در مرکز اینترنتی است یا در خوابگاه. خلاصه خستیم و کوفتنی بر اومدیم. نیست کتابخونه میرویم که در کتابخونه سرش در بالای کتاب خوابش برده است. خیلی خندیدیم بعد بدور کردیم و با خونهشون گرفته بردیم. هم ماشین رو دیدم در کار. اون الکی 2-3 بار زنگ زد. رفیق ماشین خوب است. نمیدونم اگر این دفعه دلت یخموز خواهد برایت من یخموز میخرم. چخلای؟ افسوس که دلم دیگر نمیخواد رحمت. خیر رقم تلفن ما سخرانی کن. خیر وقتی خواستی زنگ میزنی. با بهترین یخموزها. گوش کن کودک ایزو نمیکش یه بار کیسه بین پولی چکی ترالبوس میشه و یا نه احمق. با فکرم لقمه پرتویی دارم. خیز کنی فهمیم چی گفت است؟ هیچ چیز نگفتند. علی شیر مونیس آروم شوید. او چی در همین جنگ؟ یا اینکه کور است. اینجا بیا. کوری نمیبینی؟ کی را کور میگی تو؟ چی گفتی؟ ای بچه اینجا بیا. چی گپه در اینجا؟ هیچ گپ نیست کمان. خیلی چی گپ جنگل در اینجا. چی گپه؟ ای بی خودی اونها برای چی یک دم گپ نمیزنه؟ در ملیسا خونه گپ میزنه. خیلی خودی اونها رو گپ زنه. الله مونیس حس کردی الکه؟ نه همش خوب است خاطر نشو. با یک جوانی را گذر کمتر گپایمون گرفت. در کجایی؟ همراه علیشیر دیلورام. سلام میرسونم. سلامت باشن. خانه نمی آیند گاهی؟ یک جای شینیم. نه حضور به فکرم نمی آیند لیکن بگو همه کسا و میخوریم. مایلش تو دیدار در پناه خدا. خب مایلش عجیبه. شما حالت یکدیگر رو حس میکنید. من باری اول میبینم همین گونه دوگانی کارو. اگر نادیده میشونیدم باور نمیکردم. ما بر این دوگانیکه های علاقمند در دنیا بسیارند ولی زیاد نه. چونانه که مثل تو خوشریک ها انگوش شمارند. نه خود مثل تو هم شوهری غمخوار و مهربان در دنیا کم است. رحمت همین دوگانی که علاقمند بودن چگونه است؟ دشوار نیست؟ البته دشوار است. چند مدت مشکل بود. بعد عادت کردیم. همه حالت ها به یک دیگرتون تاثیر میرسوند. نه اصلا حالت های هیجان آور. مثلا اگر خوشحال باشیم از یکدیگر درک نمیابیم ولی اگر بسیار خندیم و شادی کنیم حس میکنیم و یا کسی از ما ناراحت باشد پای نمیبریم ولی هنگامی لطکوب یا بیماری وزنین و یا ترس باشد از وضعیت یکدیگر آگاه میشویم. یعنی حالت های سخت تاثیر کننده. با مزه تیار شده است. پروینه زنی مونیس پخته است. کدبانوی ماهیر. آفرین زن باید کدبانوی خوب باشد. مونیس براحت زندگی میکند. ما پیر شدیم و حالا هم از دست نیسا خانم یگان پیاله چای ننوشیده ایم. لیکن شکر به فرزندان که همسران خوب یافتند.
آهسته نام نیسا خانم را پیش از به زبان گرفتن اول بسم الله گویید که من چه خدمت ها کردم. یعنی طهارت کردنم فراموش نکنیم ها؟ من دستم رو به کاری آشخانه نزده باشم هم بهترین آشپزها رو به خانه آوردم که دهان خوجینم با مزه شود. باز من گنده این چی؟ қаламар модари нозанин оварданд. холам хоҳиш карданд ки ҳангоми хӯрокишон ба дастурхон биёрам. даф кун, гир аз инҷо. ту чӣ ақлатро хӯрдӣ? ҳар чӣ ки ёфтӣ ба сари миз мебиёрӣ? хола қалама мехоҳад. марҳамат, дари ошхона баста нест? гум кунед, модари нозанин. модари нозанин аввал ақли дастшӯиро ёд гирад. اشته بالای میز بذارید من میخورم. از نان هیچگاه روی نمیگردانند و بال میشود. مادر نازنین دستش را میشوید نمیشوید برای نان فرقی ندارد. نان همه وقت در همه حالت پاک و مقدس است. اگر نان دفع شود پس ما و شما هم باید که دفع شویم. تو این زنک احمق ها آخر نخواد که آدم نسبت نان کبر و غرور داشته باشد. آخر همین نان نباشد از کجا این بلبلکی تو میخواند؟ بزرگی نان را بینید که به خوردنی نیسا خانم هم طلبکار پیدا میکند. ولی اگر نان نباشد نیسا خانم چیکار میکند؟ ها؟ ها؟ خوشروی عالم برایت سلام دادند رو هم آموزانیم ها؟ بله آموزانید. شاید از شما میفهمم که سلام چیست، برای کیست، به چی خاطر و چی مقصد گفته می شود. تنها شنیدم که سلام قرض پروردگار است، ولی نمیدانم که پروردگار این قرض رو با کی روا میبیند و با کی ادا. تو چی؟ مرا حیوان میشموری؟ بیو کنی کلین قلمه های پختگی مادرت در دهانمون آب شدن. راست میگوید. مادرم در حقیقت دستی با مزه دارد. اگر معقول شده باشد میگویم هر وقت پخته میآورند.
دادا جان، من دیگر نمیتوانم. طاقتم تاق شد. چی گپ هست؟ چی شد است؟ هیچ راست نامده شما با این عروس. دادا جان، چخیل من راست بیایم با همین عروس وقتی که او مرا در رویم حیوان میگوید؟ چی؟ حیوان؟ راست میگوید نازنین؟ تو دختری مرا حیوان گفتی؟ دختری که من با بوی گل و مشک و نسیم سومن پروریده امروز برای تو حیوان شده است؟ ها؟ من میدانم که این همه دروغ است. در وجود نازنین چنین گفتار و رفتار نیست. مثل که شکستن آینه رو تهمتش کرده بودند، این هم همین. پس ما دروغگویه؟ بس کنید! این چی به ترتیبی؟ آخرین تماما از دایره آداب بیرون. بانو، تو هم برای ما عزیز هستی و انیس و مونیس هم عزیز. آخر زندگی صبر و طاقت را طلب می کند. با تمکین باید بود. طلبشو را گوید که روزنامه های جالب بیارد. سر به سر نشوید. طلبشا خیلی باز در این خانه زندگی نمی کند. پای نبرده هنوز هم. در کجاست؟ من فکر کرده بودم که فقط در چشم من نمی نماید. در این خانه کاری بسیار میفرمان گفته برآمده رفت. کجا رفت؟ چرا کسی به من خبر نمیدهد؟ چرا؟ با فکرم در خوابگاه دانشگاهشان استقامت دارد. در خوابگاه دانشگاه؟ فرزندی ما؟ اوچه هوش شما در کجا است؟ آخر چخیل شما اجازه دادید که وی از این خانه برآمده رود؟ من هیچ نمیفهمم. مونیز جان، تو خوابگاهی طلبشا را میدانی؟ خوابگاه دانشگاهش را میدانی؟ و گوش کن، ماشین را تیار کن، میرویم. آخر مرا شب خواب نمیبرد. میفهمید مرا شب خواب نمیبرد. من در بستری گرم و فرزندی ما در کیم کدام خوابگاه خلوب؟ آخر هم عیب است و هم گناه. میفهمید ممکن نیست. همون بچه در همین خانه زندگی کردن نمیخواهد. چه مجبور میکنید؟ اگر که وی را مجبور نکنم، پس تو را هم مجبور نمیکنم که در این خانه زندگی کنی. فهما؟ وی از کاری خانه گریخته است. پس کاری خانه را از وی گریزاندن لازم.